رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما به درستی میشناسم آخرین شخصی که از جهنم خارج کرده میشه و آخرین شخصی که وارد بهشت میشه. این شخص در روز قیامت به نزد الله عزوجل آورده میشه و الله تعالی برای ملائکه میگه که شما گناههای کوچکی را برش عرضه کنید، پیش کنید و گناههای کبیرهش پنهان کنید. بعد ملائکه تمام گناههای کوچکی را یک به یک به این عرضه میکنن که تو در فلانی روز فلانی جا فلانی ساعت کار کرده بودی و او هم اقرار میکنی بله یا می کار کرده بودم، متوانای این کار هم نداره. بعد این شخص از این میترسی که مبادا گناههای بزرگش از نام برده شود و آشکار شود، خیلی میترسه. بعد در همه هنگام ملائکه یعنی از جانب الله تعالی برش گفته میشه که در مقابل هر سیئه و بدی و گناهی که تو داشتی یک حسنه داده میشه. این شخص در اینجا میگه که یا الله من گناههای دیگری هم داشتم که من اینجا او گناههای خود نمیبینم. پیشتر از این هراسان بوده که گناههای کبیره آشکار نشه، حالا که دید در مقابل هر گناهش برای او حسنه داده میشه، بعد حالی آرزو میکنه و از الله درخواست میکنه و خودش اعتراف میکنه که ما گناههای داشتیم و درخواست میکنه که یا الله ما گناههای دیگری هم داشتیم، گناهها اینجا نمیبینم اونا کجا شده. یعنی آرزو میکنه کاش اونا هم بودی که امی گناههای ما به حسنات تبدیل شدی و حسنات ما زیادتر شدی. ابو ذر رضی الله عنه که راوی حدیث است میگه من پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم که آنقدر خندیدن تا ای که دندانهای نواجزشان دیار شد. دندانهای نواجز همون آخرین دندانهایی چی است؟ دهن می باشه. یعنی این نشان دهنده ای خنده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که بسیار از این داستان بشه گفت آمدن. این حدیث یعنی بیانگری گسترده بودن رحمت الهی است که الله تعالی قدر رحمتش به بندگانش زیاد است. الله تعالی در حدیث میگه که دارای 100 رحمت است، فقط یک رحمت خود در دنیا پایین کرده و به توسط همون یک رحمت انسانها و حیوانات در مابین خود به یکدیگر تراحم میکنند و 99 رحمت خود در روز قیامت برای بندگانش نگه داشته و در روز قیامت این یک رحمت خودم به او 99 رحمت خود یک جا میکنه و با همون 100 رحمت خود با بندگان خود چی میکنه؟ مهربانی میکنه، به شرطی که بندگان به الله ایمان بیاورن و توبه بکنن. در این مصداقش در قرآن کریم هست که الله تعالی میگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. هر کس که توبه بکنه از گناههای خود بر بگرده پشیمان شود و بعد از ابراز توبه و پشیمانی باز ایمان بیاره و اعمال صالحه انجام بدهد، الله میگه ما این اشخاص یعنی آینده ایشون مهم نیست که چقدر بدی کردن، تمام گناههای بدی ها و گناههای او را آنها را به حسنات تبدیل میکنیم. جزاکم الله خیر.